درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 35. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی 4، بابی 5. پس کوروش و لشکرش که به معرکه حربی وارد گشتند، چطور دشمن را یافته توانستند؟ اما قسم به نام زیوس، کوروش دشمن را به آن سبب پیدا کرد که راه را به او چند نفر گیرکنیان نشان دادند که آنها از دشمنان ما جدا شده به طرف او گذشته بودند. با شنیدن این سخنان که اکثر به کوروش باز هم بیشتر خشم گرفت که او را از همه این کارها آگاه نکرده است. شاه با اصراری بیشتر قاصد را به شتاب آورد تا هرچی تیزتر به نزد مادها برود و لشکر را از دست کوروش بازگیرد. با آهنگی از پیشتر تهدید آمیزتر مادها را ملامت کرده آنها را به نزدش دعوت کردن خواست. که اکثر به قاصد تهدید کرد که اگر سخنان او را با تمام دقیقی و شدیدیت به آنها نرساند جزا خواهد گرفت. قاصد با یک گروه سوارگردان نظامی که تخمیناً 100 نفر بودند به راه برآمد و در دلش افسوس می‌خورد که چرا در وقتش همراهی کوروش به معرکه حربی نبرآمد. در سفرشان قاصدانی که اکثر راه گم زدند و تا دمی به نزد آدمان خودی آمدن نتوانستند که با آشوریان گریزه روبرو آمده آنها را مجبور کردند که همچون راهنما برایشان خدمت کنند. همین طور تا نصف شب به محلی رسیدند که در آنجا آتش فروزانی را مشاهده نمودند. هنگامی که به اردوگاه نزدیک آمدند، پاسبانان طبق فرمان کوروش آنها را تا دمیدن صبح به داخل اردوگاه راه ندادند. با فرارسی روز کوروش پیش از همه مغان را دعوت نموده فرمود که از غنیمت‌های زیاد مکافات‌های را انتخاب کنند که باید برای خدایان بخشیده می شدند. مغان به اجرای سپارش گرفته شده پرداختند. در این میان کوروش حماتم ها را دعوت کرده با آنها گفت: جنگاوران، خدایان به ما فیض و برکت‌های بزرگ را وعده می‌دهند، اما
شماره ما فارس ها در حال حاضر کم است تا که آنها را از خود نماییم. اگر همه آن چیزی را که به دست آورده ایم نگاه نداریم، این ثروت ها باز به دست دیگران خواهند گذشت. اما اگر یک قسم لشکری خود را برای پاسبانی این غنیمت گذاریم، در نزد دشمن ناتوان خواهیم ماند. از این رو لازم است به اندیشه من کسی را به فارس فرستیم و هر آنچه را که حالا برایتان گفتم به آنجا برسانم. بگذار قاصدان طلب کنند که هر چه زودتر به کمک ما جنگاوران بفرستند. اگر در فارس حقیقتاً می‌خواهند که در آسیا حکمرانی فارس ها را برقرار نموده از آن درآمد زیاد به دست آورند. اینک گفت کوروش به یکی از پارس ها رو آورده، با آنجا همچون شخصی از همه بزرگتر رفته با حاضر شدن از سخنان مرا و همچنین آن که نگاه و بین جنگاورانی که برای دستگیری امان فرستاده می شوند من به ذمه می گیرم به آنها می رسانم. تو خودت می بینی که چه غناوتی داریم و از آنها یگان چیز را پنهان نکن. از پدرم بپرس که از این غنیمت ها به فارس همچون هدیه برای خدایان من باید چی را فرستم و از بزرگسالان ما باشد بفهم که به خزینه دولت چی را باید ارسال نمایم تا که وظیفه‌ام را در نزد قانون پرره به اجرا رسانم. بگذار منصبداران دولتی را به اینجا فرستانند تا با کار و پیکارهایمان شناسایی پیدا نمایند و این چنین مشاوران را که از آنها مصلحت‌ها بپرسیم. پس آماده باش و همراهت یک نفر لاخ را نیز برای راهبری قافله بگیر. پس از این کوروش مادها را دعوت کرد. قاصدی که اکثر نیز رسیده آمد. در حضور همه او اعلان کرد که شاه از کوروش خشمگین است و این چنین تهدیدهای شاه را نیز به مادها رساند. قاصد در آخر سخنش اعلان کرد که شاه فرمان داد که مادها به نزد او برگردند حتی اگر کوروش برای در اینجا باقی ماندن آنها اصرار نماید. مادها سخنش را خاموشان گوش کردند، در جواب چیزی نگفتند. آنها جرأت نداشتند که فرمان شاه را درباره بازگشت آنها به نزد او ویران کنند، اما در عین زمان از تهدیدهای شاه بخصوص از آن که بیرحمی که اکثر را خوب می دانستند از اجرای این فرمان می ترسیدند. آنگاه کوروش گفت: قاصدی شاه و شما ای مادها، من اصلا تعجب نمی کنم که اکثر پیشتر از برتری شماره جنگاوران دشمن خبردار گشته از وضعیت حاضره فعالیتمان در غفلت مانده است و برای همین هم برای خودش و هم برای ما خواطر است. اما هنگامی که از کشتار زیاد دشمنان و این چنین درباره شماره زنده مانده دشمنان که فرار کرده اند اطلاع یابد، هراسش از بین خواهد رفت. علاوه بر این که اکثر باید فهمد که وی نباید خود را در تنهایی احساس نماید، زیرا دوستانش به نابود کردن دشمنان خود او مشغولند. واقعاً نخواد ما به نفع شاه و زیاده از این با رضایت خود او عمل کرده سزاوار سرزنش شده باشیم؟ آخر خودی که اکثر به من اجازت داده بود که لشکرش را گرفته و محاربه حربی روم. بله، شما نیز برای
به محاربه رفتن از او اجازت نپرسیده اید و بدون اجازت او به اینجا نآمده اید. نه، به شما فرمان او داده شده است که به محاربه حربی رهسپار گردید به شرطی که آن برایتان باری گران نباشد. من عمیق می دانم که خشم شاه با گرفتن این خوشخبر فرو می رود و حتی وقتی که هراسش قطع می شود آن تماما از بین می رود. اکنون ای قاصد، پس از سفری مشقتناک به استراحت رو. ما پارس ها باشیم در انتظار دشمنی که خواه با هدفهای جنگی می آید و خواه فروتنی نشان می دهد و ترتیب بهترین جنگ صف می کشیم. وقتی که ما را در آمادگی پرره جنگی صف آراسته می بینند، طبیعی است که به هدفهایمان زودتر می رسیم. تو پیشوای گیرکنیان در اینجا بیمان و به فرماندهان تابع خود فرمان ده که جنگاورانشان را مسلح کنند. وقتی که گیرکنی فرمان کوروش را اجرا کرده دوباره به نزد وی حاضر شد، کوروش به او گفت: ای گیرکنی، دانستنی آن که تو نه تنها حسیاتی دوستانه ظاهر می کنی بلکه احتمالاً خیلی هوشیار هم هستی مرا قناعتمند می سازد. اکنون کاملا روشن است که ما یک هدف داریم. آشوریان دشمنان ما هستند. برای تو باشد آنها نسبت به من نفرت آورند. همین طریق هر دویمان باید اندیشه کنیم که هیچ یکی از هم پیمانهایمان ما را ترک نکند و اگر امکان باشد آدمان نو به طرف ما جلب کرده شوند. تو شنیدی که شاه ما سربازان سواره اش را بازخوانده است. وقتی که آنها ما را ترک می کنند تنها ما جنگاوران پیاده‌گرد باقی می مانیم. از این رو هر دوی ما باید تلاش ورزیم قاصدی که با فرمانی بازخواند مادها به اینجا آمده است خواهش پیدا کند که با ما بماند. با او چنین خیمه جدا کنید که در آن برای او همه شرایط بهترین و همه چیزهای ضروری فراهم آورده شود. من در نوبت خود کوشش می کنم که برای او کاری پیدا کنم که اجرای آن برایش لذت مخصوص بخشیده برای در لشکر ما باقی ماندنش وادار سازد. به او بگو که اگر همه کارهایمان به خوبی انجام یابند دوستان ما را چه غنیمت‌های بزرگ انتظار است. همه این را به اجرا رسانده باز نزد من بازگرد. سروری گیرکنیان فرمان را اجرا کرده ماده را به خیمه اش برد. در همین حال قاصدی که می بایست با فرمان کوروش و فارس می رفت علکی برای سفر آماده گشته بود. کوروش دستور داد که هر چیزی که در بالا گفته شد به پارس ها برساند. با کی اکثر باشد باید او نامه را می رساند. کوروش گفت می خواهم که این مکتوب را خودت بخوانی. آنگاه تو می توانی با آگاهی از این کار همه مطلبی را که در آن آورده شده است تصدیق کنی، در حالی که اگر شاه از تو چیزی را بپرسد. مضمون نامه چنین بود: کوروش با کی اکثر سلامتی بر دوام را آرزو دارد. ما تو را تنها نگذاشته ایم، زیرا وقتی که آدمان با کمک دوستان بر دشمن خود غلبه می کنند آنها تنها نمی مانند و ما نخواستیم که به محاربه حربی رفته حیات تو را در زیر خطر گذاریم. هر قدر مسافه‌ای که ما را از هم جدا می کند همان قدر به اندیشه ما بی خطری حیات تو را با اعتمادتر تأمین می کنیم.
در حقیقت درباره امنیت دوستان نه آنهای غمخواری می نمایند که آنها را ترک نکرده پیوسته در نزدیکیشان قرار می گیرند، بلکه آنهایی که دشمنان را تا حد امکان دورتر رانده به این وسیله دوستانشان را از خطر نجات می دهند. اکنون خودت فکر کن که من برای تو چی کار می کنم و تو با من چگونه مناسبت داری و در عین زمان مرا گناهکار می شماری. من برایت هم پیمانها را آوردم. درست است که شماره آنها نه آنقدر است که تو می خواستی، بلکه به حدی هست که آنها را جمع آورده توانستم. وقتی که در مملکت دوستمان قرار داشتم، تو به من حقوق دادی که همان قدر سواره های را با خود ببرم که توانی با خود بردن آنها را داشتم. حالا که من در کشور دشمن قرار دارم، تو آنها را و نه تنها آنهایی را که خودشان مرا ترک کردن می‌خواهند، بلکه عموماً همه را به نزدت باز می‌خوانی. در آن وقت من خود را در نزد تو و مادها قرضدار می‌دانستم. اکنون تو مرا مجبور می‌کنی که درباره احساس سپاسگزاری فراموش کنم. بدوش من تنها غمخواری درباره آن باقی می‌ماند که چطور اسب سواران مادی که مرا همراهی می‌کنند باید به طور شایسته پاداش بگیرند. با وجود این من مثل تو رفتار ننمودم و به فارس برای تأمین لشکر درخواست فرستاده فرمان دادم که قوه‌هایی که باید نزد من بیایند اگر لازم باشد اول به نزد تو فرستاده شوند. تو نه به خواهش ایشان بلکه به اختیار خودت آنها را راهبری کرده می توانی. هرچند من از تو خردسالترم، اما به تو مصلحت نمی دهم که آن چیزی را که قبلا به ما داده بودی بازگشت نگیر، تا که به جای مهر و محبت نسبت به خود نفرت تولید نسازی. من این چنین به تو مصلحت می دهم که با تهدید آنهایی را که موافق فرمانت باید هر چیز زودتر به نزد تو آیند دعوت نکن و این چنین در یک وقت به شماره زیاد آدمان تهدید نکرده بیان نما که گویا کاملا تنها مانده ای تا که نسبت به شخصیت شاهشان بی‌پروایی را در قلب آنها الهام نبخشی. ما باشیم کوشش میکنیم هرچی زودتر برابری به انجام رسانیدن کاری سرکرده امان که باوری داریم هم به شما و هم به ما خیر و سخاوت می آورد به نزدت حاضر شویم. سلامت باش. شما گفتار 35 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.